خفن ترین پارتی زندگیتون رو میتونید تو تهران داشته باشید. هر چیزی رو که نباید انجام بدی و داری انجام میدی. دقیقاً خیلی هارد پارتی ما. و این استرس که یه روز قراره بگیرنه از همون سال اول دیجینگ که شروع کردم با من بوده و همچنان هم هست هر موقع که ایران قرار موزیک پلی کنم. و توی ایران واقعا مردم میان که پارتی کنن از اعماق وجودشون، یعنی اون تایمیه که میخوان بیان فقط برقصن و انجوی کنن، از موزیک گوش دادن. میتونی خشمتو، ناراحتیتو، غصه‌تو خالی کنی.